بیشعوری فحش نیست. یه بیماری رفتاریه. آدمایی که فکر میکنن خیلی باهوشن ولی در واقع هیچ درکی از خودشون ندارن. اینا تو اداره رئیس میشن، تو خونه قاضی میشن، توی جمع فیلسوف میشن ولی همیشه یه چیز مشترک دارن. فقط خودشونو میبینن. آدم بیشعور اعتقاد دارد عصبانیت بهترین وسیله برای رویارویی با جهان درنده‌ای است که در آن زندگی میکنیم. شعار او این است: هرگز با یک آدم عصبانی مثل خودش رفتار نکن، بلکه 10 برابر عصبانی تر رفتار کن. وقتی یک آدم خودش را قلقلک دهد، مغزش درک می‌کند که این کار خودش است و قلقلکش نمی‌آید. بیشعوری هم دقیقاً مثل همین است. خیلی ها نمی‌فهمند که شعور ندارند. سراسر زندگی آدم بیشعور عشق ورزیدن است، منتها به خودش. سیاره عشق آدم‌های بیشعور سیارک بسیار کوچکی است که بر روی آن فقط یک نفر جا هست و کس دیگری را به آنجا راه نیست. 2 تا از عجایب بزرگ دنیا مجسمه ابوالهول و اهرام ثلاثه نیستند. آنها این 2 چیز هستند: 1. چرا بیشعورها به خود اجازه می‌دهند که رفتاری نفرت‌انگیز داشته باشند؟ و 2. چرا وقتی مشتشان باز می‌شود که رفتارشان نفرت‌انگیز است، می‌رنجند؟ بیشعوری نوعی بیماری است که قوه تشخیص و ارزش‌گذاری مبتلایان را به هم می‌زند و باعث می‌شود تا این آدم‌ها هر کاری را بدون شایستگی در انجامش و بدون ذره‌ای احساس گناه، شرم یا پشیمانی انجام دهند. با خیال راحت. هیچ وقت با یک آدم عصبانی شبیه خودش رفتار نکن، بلکه 10 برابر عصبانی تر از او برخورد کن. بیشعورها اعتقاد دارند که تمام آدم‌های کره خاکی وظیفه دارند که خواسته‌های آنها را برآورده کنند. برگرفته از کتاب بیشعوری، اثر خاویر کرمنت، ترجمه محمود فرجامی.